چهره‌های ماندگار. سپیتامن پرچمبرداری جاده آزادی و استقلال. سپس اسکندر مقاومت فینیکیه را برطرف نموده بندرهای شرقی بحر میانه زمین را اشغال کرد. زمستان سال 332 پیش از میلاد دروازه‌های مصر بر رویش گشوده گردید و کاهنان والا مرتبه او را چون فرزند خدا امان، پذیرایی و ارجگذاری نمودند. از روی اخبار واقعه‌نگاران و مورخان عهد عتیقه آریان، کورسی روف، دیودور و دیگران اسکندر مقدونی بعد غلبه در محاربه گوگمل 1 اکتبر سال 331 پیش از میلاد با تنتنه اعلان کرد که حکمرانی شاهنشاه دارای کدومان در قلمرو پارس خاتمه یافت. واقعا لشکری از غلبه ها روح بلند گردیده اسکندر قریب به یگان مقاومت سوی شهر آوازدار بابل روان گردید و روحانیان با نفوذ و اشرافزاده های بابلی دروازه های این شهر دارای استحکام پرقوت را بسا آسان بر رویش گشادند. روحانیان مکار اسکندر مقدونی را در معبد آوازدار اشتر ارجگذاری نموده به سرش تاج میراثی شاهنشاه هخامنشی را گذاشتند و او را شاهنشاه بابل و 4 سمت عالم نامیدند و اسکندر شهر آوازدار بابل را پایتخت دولت خود اعلان کرده در آغوش فرح‌افزای باغ معلق چندین ماه فراغت نمود و خستگی دور و دراز جنگ و لشکرکشی ها را برآورد. سپس اسکندر شهرهای کهن‌بنیاد شوش، استخر و پایتخت آوازدار پارسا پرساپولیس را ضبط نموده به لانه شاهنشاهان پارس وارد گشت. قصرها و عبادتخانه ها را به خاک یکسان نمود. چندین کتاب مقدس زردشتیان از جمله اوستا را سوزانید و بسیار روحانیان را گرفتار تعقیب و نابودشوی کرد. جنگاوران غنیمت بیشمار به دست آوردند و لشکر اسکندر در پرساپولیس 4 ماه دم گرفت. جاسوسان خبر دادند که دارای کدومان بعد شکست در محاربه گوگمل با پایتخت سابقه مادها شهر اکباتان و یا به طور دیگر همدان فرار کرده است. اسکندر با لشکرش اتریادهای نو را همراه نموده صفهای آن را پره نمود و با فرارسی بهار سال 330 پیش از میلاد سوی اکباتان شتافت. با قول مورخ و واقعه‌نگاری دربار کلیتارخ لشکری سواره در طول 15 روز 6000 استادی راه را پیموده با همان سرعت تعجیلی شهر را اشغال کردند. آخرین خزینه های دارای کدومان به دست اسکندر افتاد و سوی گرگان فرار نمود. جنگاوران به 3 گروه تقسیم شده توسط 3 راه سوی گرگان شتافتند. دیروز تنگنای دروازه گرگان را پس سر گذاشتیم. در پیش شهر راگ یا خود رای است که در آنجا دارای کدومان نهان شده است. اکنون او از ما رهایی ندارد. ولی دارای کدومان گرفتار قصاص لشکر اجنبی نگشته با سپارش خویشاوند خویش والی باختر 20 از جانب سرلشکر نبرزن و والی ارخازیا و درنگیانا برزیند کشته گردید. دیر نگذشته به اسکندر مقدونی خبر رسید که جسد آغشته با خاک و خون دارای 3 در گوشه خوابیده است. اسکندر به بالای جسد حاضر شده از سرباز کی بودن مرحوم را پرسید. سرباز پاسخ داد که این دم هیچ کس تا آمدن اسکندر مقدونی او را خداوند تمام خلقها و کشورهای عالم از طلوع تا غروب آفتاب شاهنشاه دارای کدومان می نامیدند. موافق اخبار تاریخ طبری ابوعلی بلعمی منظره مرگ دارای 3 دیگر خیلتر تصویر شده است و این دارا مرد بود ستمکاره و خلق او را دشمن گرفته بودند.